أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش نحو، الحمدلله که ما و شما از کتاب الآجرومیه 9 درس گرفتیم و حالا درس دهم را به سمع شما برادران و دوستان خواهم رسانید. درس دهم ما و شما موضوعش باب الافعال، باب درباره فعل ها. ما و شما درس‌های گذشته درباره کلمه گرفته بودیم که به 3 قسم تقسیم می شود: اسم است و فعل است و حرف. اکنون حالا درباره فعل ها را قسمش را می گیریم که فعل باز به چند قسم تقسیم می شود. می گوید که الافعال ثلاثتون، یعنی که فعل ها 3 تا می باشد. فعل ها 3 تا است. یکم ماضین، یکم فعل ماضی است. فعل ماضی یعنی زمان گذشته. فعل ماضی یعنی زمان گذشته، فعلی که در زمان گذشته انجام یافته است. و دوم میگه و مضارعون، دوم فعل مضارع هست. مضارع چی است؟ مضارع زمان آینده، آن کاری که در زمان آینده به وجود می آید اون را میگن مضارع. و امرون، و سیم قسم فعل امر هست. فعل امر یعنی که حال، وقتی فعل امر یعنی فعل فرمان دادن، یعنی که حال را در بر میگیرد، یعنی همون زمان را در بر میگم، زمانی سخن گفتن را. مثلا حاضر خودش مثالش دو میارد، میگه که نحو ضرب یعنی زد و مرد در زمان گذشته. ببینید ضرب زد و مرد کی زد؟ در زمان گذشته. پس ضرب فعل ماضی بوده است. و یضرب فعل مضارع است، میزند و مرد کی میزند؟ در زمان آینده. اضرب بزن تو مرد، ببین بزن تو مرد کی بزن؟ حاضر بزن. ببین این زمانش در بر گرفت. ضرب یضرب یضرب، ضرب فعل ماضی، یضرب فعل مضارع، یضرب فعل امر. پس میگه فالماضی، این از دیدگاه تقسیمش بود. انا اکنون از حساب اعرابش بیان میکنه که فعل ماضی را آخرش چی طور میشود، فعل مضارع را آخرش چی طور میشود، فعل امر را آخرش چی طور میشود. چطور ما گفتیم که علم نحو درباره آخر کلمه گپ میزنه، درباره اول کلمه و بین کلمه کار ندارد، فقط درباره آخر کلمه حرکت چی طور میشه در این باره علم نحو گپ میزند. پس میگه که فالماضی، پس آخری فعل ماضی مفتوح الاخری ابدا، همه وقت آخرش میگه فتحه. مثلا ضرب، ببین با آخرش فتحه، نصر آخرش فتحه، قتل آخرش فتحه، اکرم آخرش فتحه. ببینید فعل ماضی همه وقت فتحه. استخرج آخرش فتحه، انتقل آخرش فتحه، اقشعر آخرش فتحه، تدحرج آخرش فتحه، دحرج آخرش فتحه. ببینید همه وقت آخر فعل ماضی فتحه می شود. برای خودت میگم مفتوح آخری ابدا. برای میگن که فعل ماضی همه وقت آخرش فتحه، یعنی مبنی است، مبنی است که آخرش تغییر نمی یابد. یکم. و دوم والامر مجزوم ابدا، اما فعل امر میگه همه وقت مجزومه. مجزوم یعنی چی؟ ما و شما در درس‌های گذشته گرفته بودیم. مجزوم علامت 3 علامت دارد. یکمش کسره بود، معذرت میخوام، یکمش ساکن بود و مثل ضرب یضرب یضرب آخرش ساکن، انصر آخرش ساکن، اقتل آخرش ساکن. ببینید مجزوم علامت جزمش چیه؟ ساکن. دوم علامت جزم حذف حرف علت میشه در فعل های ناقص یا در فعل های ملتوی که در نحو گرفته، در صرف گرفته بودیم، یا در فعل های لفیفی مفروق باشد یا مقرون. خلاصه آخرشون به حذف حرفی چی می شود؟ علت می شود. و مثل اخشع، ارمی،
مجزوم علامت جزمش چیه؟ حذف حرف فعل. اخشا یعنی بترس، فعل امر. ارمی یعنی بپرتو، فعل امر. آخر اینها به حذف حرف علت. یا ادعو، دعا کن، آخرش به حذف حرف علت است. و سیوم علامت جزم ما گفته بودیم که حذف حرف نون است. حذف حرف نون در چی میشد؟ امثله خمسه ده میشد. یا امثله خمسه را ما گرفته بودیم که تضربانی، تضربانی، پس میگیم اضربا، نون حذف میکنیم. مثلا یضربونه میگیم اضربو، نون حذف میکنیم. پس این علامت چی شده سای؟ علامت جزم. پس امر میگه مجزومه، یعنی کلمه سه علامت قطعی است. در فعل صحیح باشد آخرش ساکن، در فعل ناقص باشد یا لفیف مقرون مفروق باشد آخرش حذف حرف علت، و امثله خمسه باشد حذف حرف نون. همه وقت انا این طور میوید میگه. والمضارع، فعل مضارع چی است؟ والمضارع ما كان في اول احدى الزوائد الاربع. اول میگه فعل مضارع را بدون که فعل مضارع چی است. میگه فعل مضارع ما كان في اوله احدى الزوائد الاربع، اون چنان فعلی است که در اولش یکی از حرفای چهارگانه زیادتی باشد. یجمعها قولک، همون چهار حرف میگه در همین کلمه نگاه کن، جمع کردگی است که انیتو. انیتو ای چهار کلمه عبارت از چهار حرف عبارت است. همین کلمه یکم همزه، دوم نون، سوم یا، چهارم حرف ت. ای همین چهار حرف عبارت است. پس در اول فعل مضارع همین چهار حرف دیدیم، ما میگیم این حرف مضارع، فعل مضارع است. و مثل چی؟ یضربو فعل مضارع است. برای چی؟ برای در اولش یا است. تضربو فعل مضارع است. برای چی؟ برای در اولش حرف ت است. اضربو فعل مضارع است. برای چی؟ در اولش حرف همزه است. نضربو فعل مضارع است. برای چی؟ برای در اولش فعل، در اولش نون هست. نضربو. انا همین طور مثلا انصرو، ننصرو، ینصرو، تنصرو. ببین چهار حرف در اولش موندیم، نصره ده چهار حرف موندیم، شد فعل مضارع. اکنون میگه فعل مضارع به همین حرفا میشناسیم. یکم علامتش گفت. دیوم میگه که و هو مرفوع ابدا، فعل مضارع همه وقت مرفوع هست، حتی يدخل علیه ناصب او جازم، تا زمانی که در اون ناصب یا جازم داخل شود. ناصب و جازم داخل شود، پس اون تغییر مییابد آخر فعل مضارع. اکنون ببینید مثلا یضربو در اولش یکون چیز نیست، نه نواصبه حرفای ناصبه، نه جازمه، هیچ چیز نیست. پس میگیم یضربو آخرش ضمه دارد. یا مثلا میگیم یقتلو آخرش ضمه دارد. فهمو؟ برای خود میگه هو مرفوع، مرفوع هست. برای چی مرفوع میگه و مضموم نمیگه؟ به خاطر اینکه مرفوع است یعنی که حالتهای رفع چند اعراب داشت، چند حالت علامت ها داشت. رفع چهار علامت داشت. یکمش ضمه بود، یکمش ضمه، دویمش الف، سومش واو، چهارمش نون. پس اون الف و واو در اسم هست، در فعل نیست. در فعل فقط دو تاش هست، علامتاش دو تاش هست، یا ضمه می شود یا چی می شود، یا ثبوت نون می شود. مثلا که یضربو این فعل مضارع مرفوع است، علامت رفعش چیه؟ ضمه. یضربانی فعل مضارع است مرفوع، علامت رفعش چیه؟ ثبوت نون هست. خلاص انا این دوتا. اما علامت رفع الف یا علامت رفع واو این در اسم هست، این خاصی اسم می باشد. این را در سال گذشته به تفصیل گرفته بودیم. انا اکنون در اولش اگر که ناصبه ها بدارد یا جازمه ها بدارد، ما حرفای ناصبه داریم و حرف و اسمی جازمه داریم. اینها را اکنون از یاد میکنیم. ناصبه ها 10 تا، جازمه ها 18 تا، همگی میشود 28 تا کلمه. این 28 تا کلمه را از یاد میکنید. الان اکنون شروع میکنیم این ناصبه ها. چی میگه؟ میگه که فالنواصب 10، ناصبه ها 10 تا هستند. و هیا و همون 10 تا این همین است. نگاه کنین، حساب کنین. یکم ان، دوم لن، سوم اذن، چهارم کی،
پنجم لام کی، ششم لام الجحودی، هفتم حتی، هفت شد. و جواب با یکم فا، دویم واو، سیم او. هفت قطعی سه تا چند می شود؟ 10 تا. اکنون این 10 تا نواصب بوده. نواصب یعنی در اول فعل مضارع اگر همین ها را دیدین پس بدانین که اون فعل مضارع مرفوع نیست، منصوب هست. اگر مفرد در آخرش یگان چی پیوست شدگی ضمیرها پیوست شدگی نباشد اون منصوب می شود. و مثلی ان یضربا یا لن یضربا. ببینید اذن یضربا آخرش چی شده است؟ فتحه شده است. اصلا یضربو بود. و کی یعلم. ببینید و کی یعلم. و لام کی باشد به مثل لام کی و مانند کی یتعلم. معذرت میخوام و کی یتعلم. لام کی باشد به مانند لتبین. مثلا لی یا لام چی؟ لام کی هست. لام کی هست. لتبین. آخر تبینو بود ضمه بود. لام که وردیم تبین. لتبین. این لام چی؟ لام کی هست. بعدش لام جحود. لام جحود این یک علامت دارد. این لام کی و لام جحود درش لیه. لیکن علامت چون همین است که لام کی پیش خودش یگان علامت ندارد، لیکن لام جحود پیش خودش علامت دارد. ما کانه یا که لا یکونو یا لم یکونو، همین کلمه ها اگر در اولش باشد اینا میگن کون منفی. کون منفی اگر در اولش باشد بعد لی بیاد او لام جحود میگن. لام جحود. اگر که کون منفی نباشد بیاید او لام کی میگن. مثلا لام جحود مثالش که و ما کان الله لیعذبهم. ببین و ما کان ما کان کی بود کون منفی کی اومد پس لیعذبهم لی را میگیم لام چی جحوده. لام کیش نمیگیم برای در اولش چی اومده ما کان اومد. یا لم یکن الله لیغفر لهم. لیغفر لام چی لام جحوده. برای چی؟ به خاطر اینکه در اولش لم یکن اومدگی لم یکن کون منفی اومدگی است. پس لام جحود علامتش اینه که پیش خودش کون منفی اومدگی باشد. و بعد از این حتی یضربا. حتی یضربا آخرش چی شد؟ آخرش فتحه شد. پس جواب بالفا والواو والاو و این تفصیلات زیاد میخواهد و این را انشاءالله با تفصیل در شرح این کتاب الاجرومیه انشاءالله میگیریم. این بود نواصب. پس 10 تا نواصب از یاد میکنید. اکنون میگذاریم در جوازم. جوازم یعنی که حرفا یا اسمهای هست که فعل مضارع را جزم میکند. آخرش ساکن میکند. آخرش ساکن میشود، جزم میشود. جزم ما گفتیم که یا حذف در ناقص حذف حرف علت است، در امثله خمسه حذف نون هست، در فعل صحیح آخر این چی هست؟ این ساکن هست. پس ببینیم میگه والجوازم 18. جوازم میگه همگی 18 تا هستند. و هی و همون 18 یکم لم و لما و علم و علمنا اینها هستند. یکم لام، دویم لما، سوم علم، چهارم علما، پنجم لام الامر و دعا، لام النهی و دعا. اینها هستند. اینها همشون یک فعل مضارع را جزم میکنن. این هم چیز ایهاز حفظ که میکنید دیوتون بگیرید. لام و لما و علم و علما و لام الامر و دعا و لاف النهی و دعا، ان همین قدر یک فعل مضارع را جزم میکنن خلاص. اینها را میگن حرفای جازمه. انا اکنون بعد از این و ما و من و مهما و اذما و ایو و متا و ایانا و اینا و انا و حیثما و کیفما و اذا فی الشعر خاصتا و اذا، تا انا همین جره اینها دو فعل مضارع را جزم میکنن.
حالت اینو دو تایی را جزم میکنه، تایی را نه، دو تا را. با خاطر اینکه اینها میگن حرفای شرط. پس میگیم ما فعل شرط جواب شرط، فعل شرط مجزوم میشود، جواب شرط هم چی میشود؟ مجزوم میشود. اینها را میگن ادات شرط، حرفا یا اسم هایی که دلالت به شرط میکنن. پس اینها را از یاد میکنید و با همین جوازمات به آخر میرسد. همچنین یک چند مثال درباره اینم بیاریم برای نمونه. همچنین میگه والجوازم 18 و هي جوازم 18 تا، یکمش لم، مثلا لم یضرب، آخرش چی میشود؟ جزم، علامت جزمش چیه؟ ساکن. ولما مثلا لما یضرب، لما یضرب، ببینید لما یضرب. علم و علم هر دی همین لم اصله که در اولش همزه استفهام آوردگی است، هرش یک چیز است. ولام امر و دعا ولا فی نهی و دعا، ان شاء الله این را به تفصیل پسان ان شاء الله میگیریم که اینها چی است. مثلا که لام امر به مثل لیلزم، لیلزم بگو تا اینکه لازم بگیرد وی، لیلزم. مثلا لام نهیه باشد اگر لام امر و دا لا فی نهی و دا، لا نهیه باشد اگر به مثل لا تضرب، لا تضرب، آخرش چی میشود؟ ساکن میشود. لا نهیه، ما لا نهیه داریم، لا نافیه داریم، هر یک شکل نوشته میشود. لیکن لا نافیه فعل مضارع آخرش جزم نمی کند، لا ناهیه آخر فعل مضارع را جزم می کند. مثلا بگیم که لا تضرب یعنی نزن تو، فعل نهی است، آخرش ساکن می شود. لا تضربو، لا تضربو بگیم الا لا ناهیه نیست، الا لا نافیه است، یعنی نمی نزد، مثلا لا یضربو نمی زند. پس معلوم شد که لا همچنین اگر لا ناهیه باشد فعل مضارع را جزم میکند. اکنون و این و ما و من و مهما اینها حرفایی هستند که دو فعلی را جزم میکنن. یکم فعلی که جزم کردگی فعل شرطش میگن، دویمش جواب شرطش میگن. مثلا این و اذما، این و ما، مثلا این حرف است و اذما همچنین حرف است. در آخر همین خط ببینید هر اینها حرف هستند، هر اینها حرف هستند. این و اذما ترجمهش اگر، با ترجمهش میگیم اگر. این تذهب اگر بروی، این تذهب اذهب مثلا. یا مثلا این تصبر تنل، اگر صبر کنی به مقصدت میرسی. یا مثلا اذما تتعلم تتقدم، اگر که تعلیم گرفتی پیش قدم میشه. ببین اذما، این و اذما هر دوش ترجمهش اگر میگیم. و ما باشد، ما را چی میگیم؟ ما را هر چی. ما و من و مهما اینها در ترجمه، ما و مهما در ترجمه هر چی، ما و مهما در ترجمه هر چی میشد. و من باشد هر کی. ببینید ترجمه هاش هم اهمیت بدید. و ما در ترجمه میگیم هر چی. مثلا ما تحصل فی الصغر ینفعک فی الکبر، مثلا هر چی که در خردسالی اذیت کردی، از خود کردی، در کلانسالی فایده‌ات میکند. یا مثلا مهما هم به معنای هر چی میشود. مهما تبطین تظهره الایام، مهما یعنی هر چی را پنهان کردی روزگار و زمانه اون را آشکار میکند. ببینید مهما هر چی. ما و مهما پس معناش میشود هر چی. و من باشد هر کی، من معناش هر کی. مثلا که من یبحث یجد، هر کی جستجو کند پیدا میکند، هر کی جستجو کند پیدا میکند. و ایو باشد، این به معنای هر چی یا هر کی یا هر جا به چند معناها می آید و این به چند معناها می آید. و متى و ایانا، و متى و ایانا اینها متى و ایانا به معنای هرگاه، هرگاه. متى ایانا یعنی هرگاه، هر وقت. اینها دلالت به زمان میکنن، هر وقت یا هرگاه. و اینا و انا
اینا، انا، حیثما، اینها یعنی که هر جا. اینا، انا، حیثما معنیش هر جا. و کیفما باشد چی طور. کیفما معنیش چی طور. و اذا باشد هرگاه، که در شعر خاص است، خاص شعر است، اما این باقی موندهش در کلمه ها زیاد می آید، در کتاب ها زیاد می آید. پس این بود نواسیب و جوازیم. اینها را با ترجمه هاشون، با کلمه هاشون از یاد کنید و حفظ کنید. در هر فعل مضارع در اولش یکی از اینها را دیدید نواسیب فعل مضارع نصب میکنید، جوازیم دیدید جزم میکنید. اگر که یک تا فعل جزم کردگی باشد یک فعل جزم میکنید، دو فعل جزم کردگی باشد پس شما همچنین دو فعل پیدا میکنید که در اونجا دو فعل مجزوم است و تا اینکه درست خوانده توانید. پس این بود درس دهم ما و شما از کتاب الاجرومیه. با همین درس دهم رو به پایان میرسانم و تا درس 11 یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سربلند و موفق باشید. میخواستم از 15-16 دقیقه زیاد نشود درس، متاسفانه 21 دقیقه شد. ان شاء الله خیر است، دیگر نخواستم که این را قطع کنم این موضوع را.